خیلی بی‌رحم میشه، حتی بیشتر از قدرت پروانه. تو باز از دستور من سرپیچی کردی ناتالی و خودتو بی خودی تو خطر انداختی. فکرت فوق‌العاده بود، ولی تو برای کمک به من به معجزات ها نیاز نداری. شما مایورا رو برای یه چیز دیگه هم لازم دارید، برای پیدا کردن نگهبان. دیگه زیاد مطمئن نیستم. اگه بازم به مایورا احتیاج داشتین به من بگو. ممنونم. آدریان چطوری؟ من خوبم، متشکرم جوزپی. لایلا شما همدیگه رو میشناسین؟ خدای من عالی شد. اون کل دنیا رو گشته، همه سلبریتی ها رو میشناسه و ایتالیاییه، درست مثل من. سلام آدریان، باید کلی چیز یادم بده چون من مثل تو با تجربه نیستم. میشه یه لحظه ما رو تنها بذاری؟ حتما. من قبلا بهت هشدار داده بودم لایلا، ولی به حرفم گوش ندادی. تو به دوست من میرینت لطمه زدی. به مرینت لطمه زدم ولی اون بود نمیدونم چطور باید ثابت کنم که دروغ گفتی، چون خیلی خوب بلدی. پس باید یه دروغ دیگه بگی، باید قانع کننده باشه. فقط یه دفعه دیگه ثابتش کن، همین. چرا باید این کارو بکنم آدریان؟ چون ما با هم دوستیم، مگه نه؟ و به خاطر این مریضی نادری که دارم بعضی وقتا چیزایی که میگم دست خودم نیست. من واقعا متاسفم مرینت. از اعترافت ممنونم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مرینت، از فردا میتونی به مدرسه برگردی. همیشه همه چیز اونطوری نیست که به نظر میاد. پس نمیدونم چرا فکر کردی باید همه این ماجراها رو شروع کنی، یا چرا اصلا دروغ گفتی که همه چیز رو درست کنی. ولی خوشحالم که میبینم عقلت سر جاش اومده، البته یکم. همونطور که گفتی همه چیز اونطوری نیست که به نظر میاد. من میدونستم دخترم بی گناهه. اونا هم کلاسیات نیستن. و این هفته باز به سراغ عکاسی آدریان آگرس میریم و گزارشی تهیه میکنیم و خبری داریم از همکلاسیش لایلا. خیلی خوشحالم که مریضیش جلوی دنبال کردن رویاهاشو نمیگیره.